سلام. امروز یه چیز عجیب و واقعی قراره بشنویم. باورتون میشه درخت‌ها هم خواب میرن؟ نه خواب استعاره‌ای یا شاعرانه. یه خواب واقعی که دانشمندا با تجهیزات علمی ثابتش کردن. سال 2016 یک تیم تحقیقاتی از فنلاند و اتریش با استفاده از لیزر اسکنر سه‌بعدی حرکات شبانه درخت‌ها رو بررسی کردند. نتیجه چی بود؟ شاخه‌های درخت شب‌ها حدود 10 تا 20 سانتیمتر خم میشن. آب کمتر توی تنه بالا میره. فعالیت فتوسنتز میخوابه، برگ‌ها آرومتر میشن. در واقع درخت میره توی فاز استراحت سلولی. و جالب اینجاست این تغییرات فقط به خاطر نبودن نور خورشید نیست. حتی وقتی نور مصنوعی هم بهشون دادن، همچنان بدن درخت به ریتم شب واکنش نشون داده. یعنی یه جور ساعت بیولوژیکی دارن، همونطور که ما داریم. حالا فکر کن درختی که نه مغز داره نه قلب، ولی بدنش بلده کی باید استراحت کنه، کی باید بیدار شه. پس طبیعت فقط زنده نیست، باهوش هم هست. حالا بریم سراغ اون چیزی که خیلیا تجربهش کردن ولی شاید باورش نکردن. تا حالا دیدی کسی بره توی جنگل درخت رو بغل کنه و بگه یه انرژی عجیب گرفتم؟ فکر کردی الکیه؟ عداست؟ نه. بدن ما و درخت‌ها هر دو میدان مغناطیسی دارن. وقتی ما نزدیک یه درخت میشیم، این میدان با هم وارد تعامل میشن. به این پدیده توی علم میگن همفرکانسی. وقتی این اتفاق میفته، یه سری چیزا تو بدن شروع میکنه به تغییر. کورتیزول یا همون هورمون استرس پایین میاد. ضربان قلب منظم‌تر میشه. فعالیت مغز وارد حالت آلفا میشه، یعنی حالت آرام و خلاقانه. حتی توی تحقیقات توی ژاپن نشون داده فقط 20 دقیقه قدم زدن توی جنگل میتونه سیستم ایمنی رو تقویت کنه. اونا به این میگن حمام جنگل. حالا ترکیبش کن با چیزی که گفتیم. وقتی درخت‌ها شبا خواب میرن، بدنشون بازسازی میشه. وقتی تو درخت رو بغل میکنی، بدنت هم با اون وارد هماهنگی میشه. اینا رو جمع بزن، تو فقط یه درخت رو لمس نکردی. با یه سیستم پیچیده هوشمند طبیعی ارتباط گرفتی. حالا یه سوال. اگه درخت بدون مغز اینقدر باهوشه، ما با این همه مغز و فکر چرا اونقدر از طبیعت جدا شدیم؟ شاید برای همینه که وقتی حالمون بده، یه درخت، یه کوه، یه تکه خاک میتونه حال آدمو بهتر کنه. نه چون جادوییه، چون ما هم یک تکه از اون کل بزرگیم. پس اگه یه روزی خسته بودی، ناامید بودی، پر از سوال بی جواب بودی، برو پیش یک درخت. نه فقط واسه گرفتن انرژی، واسه یاد گرفتن ازش. یاد بگیر چطور ساکت باشی ولی قوی. چطور بدون حرف زدن زندگی ببخشی و یاد بگیر کی وقتشه بخوابی و کی وقتشه دوباره شکوفه بزنی.